در این لحظه فرصت یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخکوب میکنه. فرزین امیری او رو همراهی میکنه، ازش تشکر. پرسپولیس میتونه از برتری خودش با توجه به 10 نفره شدن استقلال خوزستان استفاده ببره و حالا گل دوم عرض کردم ساویو روبرتو در بدترین زمان ممکن کارت زرد برای آل کثیر. مردد گروسیان بیرون بیاد یا نه؟ ضربه آل کثیر، گل مساوی. چرا از کجا شروع شد؟ یه لحظه گروسیان مردد شد، همین شک و عرض کردم فعلا نتیجه 3-3. استقلال خوزستان هم شانس گل داشت. عالیشاه، دانیال اسماعیلی فر، یه موقعیت، یه ضربه برمیگرده زیر طاق به امید عالیشاه، یه پاس به عقب، برگشت توپ آفساید رو